راست نعوذ بالله کجا دلی تازه این کزینا رفتن و این عرق خوردن و این بینمازی و این گوشت خوب فروشی و در اون کزینا خونه سالهای سال مردم را به گمراهی و معصیت سوق دادی. اکنون دیگر دلی که به نور ایمان مشرف نمی شود. تیز باید از جا بیایی. تا اینکه مرگ دست به گریبان ما و شما نشود که پروردگار متعال مرگ دست به گریبان ما و شما می شود، اجساد پوسیده دوباره زنده می شود، بعد به دیدار پروردگار می رسیم و به شفاعت رسول الله به بهشت پرخور و پر نعمت. خداوند متعال همه ما و شما را از این نعمت‌های پربهای خودش با نصیب کند. خوب که گفتم که حضرت ها در شما مسافر است و من میخواهم بر دوام با ترتیب امر معروف بکنم، اما برادران اهل اسلام فرصت ما کم است.